من مهلا 22 سالمه و قراره در مورد روش زندگی به شما بگم. شاید با خودتون بگین روش چه زندگی؟ چه غلطی مگه تو زندگیت کردی که میخوای به ما بگی؟ و یه همچین کتابی هم دستت گرفتی فکر کردی خیلی بلدی. ولی خب من تو این 22 سال اونقدر از زندگیم راضی نبودم، پس گفتم بیام بهتون بگم که اگر یه همچین کارایی داری میکنید حداقل شما این کارو نکنید، چون قراره من تغییرش بدم. و چرا همش دارم تو این راه فیلم میگیرم؟ چون برق رفته و این تنها منبع نوری من در این 2 ساعته. متاسفانه بعد از کمبود امکاناتمون هم به منابع طبیعی روی بیاریم. پس عذر میخوام. به این موضوع فکر کردم که اگه قرار بود یه چیزی رو توی زندگیم تغییر بدم، فقط یه چیز رو توی خودم حداقل و زندگیم تغییرش بدم، اون چی بود؟ خیلی چیزا. ولی خب اگه قرار بود فقط یه چیزی رو تغییر بدم، این بود که استراتژی داشته باشم. من اصلا استراتژی ندارم. من اصلا اراده مستمر ندارم. واقعیت من همه حرکاتم هیجانیه. یعنی یهو میبینی ساعت 4 صبح دارم ورزش میکنم. چرا؟ چون یهو به خودم اومدم دیدم زندگی خیلی به درد نخوره. پس بعد پاشم ورزش کنم و این هیکل کوفتی رو بسازم. مثلا من چندین سال قراره که زبان خوندنم رو به ثمر برسونم و در حد خیلی قابل قبولی بخونم، یاد بگیرم تا بتونم امتحان آیلتس بدم. حالا هر کاری که دوست دارم. ولی خب اونجا که من همه چی خودم انجام میدم و قرار نیست توقعی از خانواده‌ام داشته باشم، چون میدونم اونا ممکنه براشون سخت باشه که برای یه فردی که جوانه، خیر سرش کار میره و زندگیش یه ذره مستقل تر باشه بخوان هزینه بکنن. پس همیشه خودم همه کار خودم کردم و اینطوری بودم که باید یاد بگیریم. الان ببین من کاملا بلدم، خب، ولی به صورت آکادمیک بلد نیستم چون خودم یاد گرفتم. بعد مثلا یه دونه از گزینه‌هاست که خیلی وقت عقبش انداختم. پس واسه همین اگه قرار بود یه دونه چیز درست حسابی عوضش کنم، چقدر زشتم، این بود که یه ذره استراتژی داشته باشم تا همه کارام درست پیش بره. چون قرار نیست زندگی منو کسی تغییر بده. این موضوع رو من وقتی که بچه بودم فهمیدم. چی شد که فهمیدم؟ وقتی که بچه بودم یه خاطره ای دارم که بعد از اون خاطره من هیچی از خانواده‌ام نخواستم. علنا هیچی نخواستم. یعنی هر کاری که خواستم می‌کردم، یا خودم رفتم انجام دادم، یا خودم یاد گرفتم، یا سعی کردم که خودم برم کار کنم، پول جمع کنم، فلان کنم. خیلی 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 بچه بودم. شاید بگم 5 سال 6 سال اینا بود. و من خیلی دوست داشتم که اسکیت داشته باشم و ما خود دوچرخه داشتم. ولی خب من اسکیت دوست داشتم چون دیده بودم که بچه‌های کوچه داره و صورتش من رنگ صورتی خوشم نمیاد، ولی برق میزنه و اینا خیلی خوشم اومده بود و اینطور بودم که مامان باید برای من اسکیت بخری. و چندین بار بهش گفتم و میدونستم که این اصلا یکی دو بار اینجور بود که حالا میخرم بودم. یه 4-5 باری من این قضیه رو گفتم و مثلا میدیدم که حساب کتاب میکنه و اینجا شدم که قراره به مشکل بخوره اگه برای من اون چیزی که میخوام بخره. پس بیخیالش شدم و دیگه نگفتم. و بعد از اون اینطوری بودم که میدونی چون خیلی بچه بودم و این خاطره رو داشتم، ملکه ذهنم شد دیگه و دیگه بعد از اون چیزی از خانواده‌ام نخواستم. مثلا رفتم خودم یاد گرفتم. مثلا اینطوری بودم که اگه ارزه داری برو خودت یاد بگیر، وگرنه همه بلدن برن سر کلاس یاد بگیرن. یه همچین خصوصیت داخلی به من این حرف زد و من دیگه همچین کاری رو نکردم. واسه همین توی این 22 سال سن حدوداً شاید بگم 3-4 ساله که 4 ساله که دارم کار میکنم. یه سری چیزا رو یاد گرفتم، یه سری چیزا رو از خودم خریدم، یه سری جاها رفتم. هنوز به اون موفقیت که میخوام اصلا به هیچ عنوان نرسیدم. به اون موفقیت که میخوام نرسیدم، ولی خب ازش ناامیدم نیستم. اینطور نیستم زانوی غم بغل بگیرم بگم وای من چرا پولدار نیستم، چرا دختره آیفون 16 داره،
چرا نمیدونم فلانی سفر دور دنیا در 80 روز میره، اون یکی ماشین داره، اون یکی فلان داره، اون یکی این شکلیه، اون یکی اون شکلیه. یه ذره موقعیت زیاد وقف میگیرم و این هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. ببین وقتی که شما زیاد وقت میدین خودتونو براتون عادی میشه و دیگه اذیتتون نمیکنه اونقدر و شما گذران زندگی میکنه و این خیلی بده و یا به خودت میای میبینی 2-3 ساله توی اون موقعیتی و درسته که ازش بدت میاد ولی چرا بودی که حلال ای حالا کردن ها باعث شد که من الان 22 سالم باشه، در حالی که این فیس حد اکثر 17 سالشه و من 22 سالمه و 8 سال دیگه 30 سالم میشه. 8 سال خیلی سن بزرگیه ها، یعنی زمان خیلی خیلی زیادیه ولی چشم هم بزنی تموم شده و شده 30 سال تا هیچ غلطی توی زندگیت نکردی. واسه همین این ویدیو رو که خیلی ساده دارم ریکوردش میکنم و فقط دارم از یه چیز ساده و حرفای توی دلم ریکورد میکنم به خاطر اینه که بذارمش و چند وقت دیگه به خودم چون قراره که به اون رویا برسم. حد اکثرش تا 25 سالگی. تا 25 سالگی قراره که من به آرزوهام برسم. شاید خیلیاش فانتزی به نظر بیاد ولی خب حداقلش اینه که تو این کتاب بنویسم اتفاق بیفته. دقیقاً همین کتاب نوشته که حتی احمقانه ترین چیزهایی که به ذهنتون میرسن هم بنویسید چون ممکنه که یهو اتفاق بیفته. یعنی میدونی انرژی کائنات که میگن همینه دیگه، اون همای سعادت ممکنه دقیقاً همون لحظه بیاد از بالا شونت رد بشه و آمین بگه. واسه همین حتی فانتزیام هم توی دفترم نوشتم. مثلا من یک از فانتزیام اینه که برم خارج از کشور زندگی کنم. زیادم فانتزی نیست، نه خیلی هم مهاجرت کردم، مثلا حداقل برای چند سال زندگی خارج از کشور تجربه کنم چون من عاشق فرهنگ‌های جدیدم، عاشق رسم و رسوماییم که نمیدونم. من عاشق این کارم چون هیچ وقت هیچ شهرستانی نداشتم و کل فامیل تهران بودن و من همیشه حسرت اینا داشتم که مثلا بعد عید می اومدی مدرسه میگفتم خب کجا رفتین، همه گفتم ما شهرستانم، یکی کرد بود یکی لور بود یکی ترک بود و لباسای قشنگ، غذاهای محلی و رسم و رسوم عروسی خاص، 7 شبانه روز عروسی، همه اینا برام خیلی قشنگ و دوست داشتنی. واسه من عاشق این کارم و میدونی مهلا تو قراره که یه بازیگر خیلی موفق بشی. Exactly. هنوز نرفته خارج دیگه لهجه رو گرفتم بچه‌ها، پس باید دیگه برم، میدونید. واسه همین من آرزو دارم که بازیگر بشم. واقعا خیلی این کار دوست دارم چون من ترس از صحنه دارم و من همیشه دوست داشتم که خودم به چالش بکشم و اینطوری باشم که این کار رو نمیتونستی بکنی، حالا انجامش ببینم چجوری میکنی. من خیلی دروغگوی خوبیم، اینو توی زندگی واقعی تجربهش کردم و دروغگوی فوق‌العاده‌ایم. یعنی خیلی زشته که دارم اینو میگم و یعنی دارم گل به خودی میزنم ولی من دروغگوی خیلی خفنیم. بجز افرادی که خیلی دوستشون دارم وقتی دروغ میگم نمیتونید بفهمید که دارم دروغ میگم. الانم دروغ نمیگم ولی کلا اینجوریه، به راحتی اشکم در میاد، به راحتی میتونم بخندم و حس میکنم این استعداد مثل استعداد بازیگریه ولی اونجایی که ترس از صحنه دارم هیچ وقت امتحانش نکردم. واسه همین خیلی واقعا یه جایی عقده شده برام که برم انجامش بدم. مثلا وقتی که تئاتر میرم و میبینم که اون چه تسلطی روی تماشاچی داره اینجوریه که برام میخوام انجامش بدم و قراره که جایزه بهترین بازیگر زن سال رو بگیرم، بهترین بازیگر زن تازه کار رو بگیرم و میدونی این خیلی قشنگه. درسته یه ذره فانتزی به نظر میرسه ولی خب این چیزیه که من همیشه دوست داشتم از بچگی انجامش بدم و مطمئنم یه روزی اتفاق قراره که اتفاق
خیلی دوست دارم یه آهنگم خودم، میدونی یه آهنگ که خودم تا حالا واسه هیچ کس تا حالا نخوندم، هیچ کس صدای خوندن من نشنیده، ولی صدای خوبی دارم. میدونم شاید ندونید ولی من میدونم من صدای خوبی دارم و قراره یه روز بشنوید، قراره همتون بشنوید، همه دنیا قراره بشنون صدای من و بگن این آهنگه فلان. با اسم و فامیلی من هیچ مشکلی ندارم. میدونی کسایی که دیدین مشهور میشن اسم و فامیلیشون عوض میکنن، من با اسم و فامیلیش مشکلی ندارم. مهلا اسم بدی نیست، هست اسم بدی نیست، به معنای آرامه. درست من آدم آرومی نیستم ولی خب هست دیگه، به معنی آرام. مهلا سمایی مثلا آوانیک نیست، آواراد نیست، یا این فامیلای خیلی با کلاس هستن شبیه اونا نیست ولی بدم نیست. مهلا سمایی این مثلا فکر کن این سلام کنن باید چک کنیم دیگه بالاخره ببینیم باید عوضش کنیم یعنی درسته حال میکنم با اسمم ولی و the Oscar goes to مهلا سمایی. خدایی قشنگه، یه قشنگه، یعنی خارج از کشور برم مثلا آبرو نمیبرم. مهلا سمایی خیلی قشنگه خدایی. اصلا حالا تو ایران مثلا چی برده، مثلا جایزه سیمرغ تقدیم می شود به خانم مهلا سمایی. مثلا یارو خیلی هم چوسی و فلان. خدای قشنگه، بد نیست. اون موقع تازه دندونام هم درست شده باشه، بیا اون دختره توی نمو دیگه نیستم و برای که ایمپلنت کنم و خیلی با کلاس‌تر بشم و با قیافم هم حال میکنم. اگه با قیافم حال نمیکنید مشکل خودتونه، من با قیافم حال میکنم. ببین تو رو خدا هیچ کاری با قیافم ندارم. پوستا بس دیگه، خدایی چمه این همه آدم نچرالن قشنگن من حالا 4 تا هم نچرال داشته باشیم، نمیشه که هممون عملی باشیم. 4 تا هم نچرال داشته باشیم که عملیات تو چشم بیان. من دارم فداکاری میکنم به خاطر عملیا. بالاخره وقتی 4 تا نچرال باشن عملی ها میشن عملی و داف میشن. دقیقا اگه همه عملی باشن که دیگه عملی نیست، میشه یه آدم نورمال، میتونه که یه دختر دیگه داف نمیشه، دیگه پلنگ نیستی، یه دختر عادی. حالا هی برو بگو من زشتم، هی پشت سرم صفحه بذار. آره دیگه. خلاصه که این ویدیو فقط برای این بود که بگم 22 سال زندگی من خیلی عادی گذشت. همیشه دوست داشتم خیلی آدم خیلی یه چیزی باشم، خیلی پولدار، خیلی خوشگل، خیلی بااستعداد، خیلی نابغه، ولی همیشه خیلی معمولی بودم. 22 سالی آدم خیلی معمولی بودم. واسه همین قراره که 23 سالگی بزنم تو گوشش. قراره که ادامه زندگیم دیگه معمولی نباشه. پس قراره تمام چیزهایی که قراره به من معمولی خاتمه بده رو بزنم تا دیگه شما هم معمولی نباشید. مگه من نقی معمولی هم که معمولی باشم؟ نه، من مهلا سمایی هم. میدونم خیلی یخم ولی این ویدیو رو داشته باشید چون قراره چند سال دیگه این ویدیو رو ادیت کنید برام. ادیت کنید بگید دیدی این فلانی چند سال پیش این حرفا رو زد همه مسخرهش کردن ولی الان همون حرفایی که زد شد. و من عاشق بنز SL300 ام. خیلی هم گرونه، جزو ماشینای خیلی گرونه دنیاست. سال 1964 حدوداً مثلا اون بازه زمانی ساخته شده و من عاشق اون ماشینم. قراره یه روزی بخرمش، نمیدونم چی جوری، نمیدونم تو چند سالگی، ولی قراره بخرمش. اینم جزو اون لیستمون میذاریم که بگیم درستش کردیم. یس. تا ویدیوهای دیگه، تا اتفاقات دیگه، تا تجربه های دیگه، تا احساسات دیگه، روزهای دیگه خوش.
عالی، پر انرژی، دور از گرونی، قحطی، بی برقی، بی اینترنتی، بی آبی و همه این بی ها شما رو به خدای مهربان